خب سلام مجدد دیگه. ما فارغ از این که کیا جوین شدن و کیا نشدن مجبوریم کلاس رو استارت بزنیم. امیدوارم که تا الان تعطیلات خوبی داشته باشید و خودتون رو هرچی بیشتر واسه اگزمتون آماده کرده باشید. بریم که با هم دیگه ادامه بحث گردش مواد تو بدن و خون رو بررسی کنیم. خب اومده یه دونه دفینیشن داده، اول با هم دیگه دفینیشن رو بخونیم بعد بحثش کنیم. refractory period. The absolute refractory period of cardiac muscle action potential refers to the time interval when the voltage gated NA channels are inactivated. It lasts about 180 milliseconds. The action potential lasts 200-220 milliseconds. A single contraction is 250 milliseconds. و اما چی میگه؟ ببینید یه بحثی رو داره صحبت میکنه که میشه دوره مقاومتی. ما بهش میگیم دوره مقاومتی. بعد ارزم به حضورتون که این دوره مقاومتی مطلق میشه مدت زمانی که کانال های سدیومی که وابسته به ولتاژن خب غیر فعال میشن که حدود همون 180 میلی ثانیه‌ایه که گفته. بعد توی این زمین توی این توی این پریود، توی این مدت زمان تحریکات اضافه نمیتونه باعث انقباض بشه، یعنی نمیتونی باعث شی که قلب وارد سیستول بشه یا عضله قلبی منقبض بشه. بعد ارزم به حضورتون که بعد از این دوره مطلق، این میشه دوره مطلق ما، این 180 ثانیه. بعد از این دوره مطلق ما ارزم به حضورتون که دوره مقاومت نسبی رو داریم. خب که بعد از همین دوره مطلق اتفاق میفته. بعد توی دیاستول، توی مرحله استراحت قلبه. بعد که میشه قلب اون موقع به تحریکات قوی ارزم به حضورتون جواب میده. بعد منتها این تحریکاتی که اتفاق میفته باید بالاتر از سطح آستانه باشه. یه مسئله ای که ما باید بهش توجه کنیم موقعی که داریم این چند تا دوره رو بررسی میکنیم، مسئله انطباق مراحل. که ببینید دوره مقاومتی مطلق ما همون 180 ثانیه‌ای که گفتیم با دپولارزاسیون سریع و بازگشت آرام همزمان. خب و دوره مقاومت نسبی که بعد از مطلق اتفاق میفته با بازگشت نهایی دپولارزاسیون اتفاق میفته، یعنی دیگه تموم میشه. بعد ارزم به حضورتون که این از این اون دوره نسبی هم بچه ها حدوداً 0.03 ثانیه است. خب یعنی خیلی خیلی دوره کوتاهیه، ولی خب دیگه بعدش اتفاق میفته که دیگه دپولارزاسیون قلب تموم میشه. بعد حالا به طور خلاصه این ارزم به حضورتون ببینید اینجاست، نکنید دیوریشنی که گفتم اینا اینجاست. حالا به صورت خلاصه اگه بخوام بهتون بگم چرا این پدیده اتفاق میفته، چرا ما اصلا این دوره‌های مختلف رو داریم، این خاصیت ها مانع انقباضات مداوم و خطرناک، یعنی خارج از برنامه توی قلب میشن که بیاد این انقباض مایچه قلبی کنترل بشه. چون همونجوری که میدونین قلب به صورت 24 ساعته داره کار میکنه دیگه، این انقباضات باید دائما ریتمشون تنظیم بشه. پس به این صورت خب بعد میاد پایینتر راجع به یه پدیده جدید دیگه صحبت میکنه. چی میگه؟ میگه extra systole additional contraction before the next expected normal beat that transiently interrupts the cardiac rhythm is known as extra systole. خب که extra systole در واقع میشه همون انقباض اضافی قلب که قبل از ضربان طبیعی بعدی قلب رخ میده. خب و ریتم قلب رو به صورت موقت مختل میکنه. حالا مراحلش به چه صورته؟ ببینید توی همون مرحله مقاومت نسبی که گفتیم، همون جایی که دیگه قرار دپولارزاسیون به پایان برسه، 0.03 ثانیه طول میکشه. ببینید اینجا این ریلیتیو وان یا کنید اینجا این تیک. خب
ارزم به حضورتون که توی همین مرحله مقاومت نسبی اگه تحریکی که اتفاق میفته برای عضله قلبی از آستانه بیشتر باشه، به تبع از ترشولد ما بیشتر باشه، یک انقباض غیر عادی یا همون اکسترا سیستولی که داریم راجعش بحث میکنیم اتفاق میفته. اینکه شدت اکسترا سیستول ما چقدره به چند تا عامل بستگی داره. یکی از مهمترین عاملاش به زمانیه که اون تحریک اتفاق افتاده. خب که هرچه تحریک به انتهای دوره مقاومت نسبی ما یا این ریلیتیو ما نزدیکتر باشه، شدت این اکسترا سیستول ما، این انقباض خارج از برنامه ما هم بیشتر خواهد بود. بعد از ارزم به حضورتون اینکه اکسترا سیستول اتفاق افتاد، اون دوره استراحت قلبی ما طولانی تر از حد عادی خودشه. چون ببینید دپولاریزاسیون باید بعد از اینکه این ریلیتیو ما اتفاق افتاد، دپولاریزاسیون کامل به پایان میرسه و قلب وارد دوره استراحتش میشه تا دوباره ان نود ما بیاد تپش جدید رو درست کنه. خب مونتا این سری چه اتفاقی افتاده؟ اکسترا سیستول اتفاق افتاده، نذاشته که قلب وارد استراحت بشه. بنابراین بعد از اینکه اکسترا سیستول ما تموم شد، دوره استراحتی که وجود داره از حالت عادی مقدار طولانی تر خواهد بود. خب بعد ارزم به حضورتون حالا عللش اومده گفته که این اکسترا سیستول به چه علتی اتفاق میفته. ببینید یکیش تولید غیر طبیعی ایمپالس ها از نقاطی غیر از گره سینوسی یا گره دهلیزی بطنیه. یعنی این ایمپالس هایی که تولید میشه برای انقباض عضلات. خب ما دو تا گره داریم توی قلب، خب که این گره ها وظیفه ساختن ضربان رو توی قلب ما داره. گره اول که بالاتره بهش میگیم گره پیشاهنگ، شروع کننده ضربان. گره دوم هم باعث میشه که این ایمپالس توی بطن پخش بشه و بطن ها هم به صورت کامل دچار انقباض شن که رشته ها تا پایین، تا نوک قلب پایین ادامه پیدا میکنن و دوباره میان بالا، رشته های عصبی که حامل این پیام. یکی از علتهای اکستراسیستول میتونه این باشه که این پیام تحریکی، این ایمپالسی که برای کانترکشن میوکاردیوم هستش، توسط جای دیگه غیر از این گره ها تولید بشه. خب یکی از علتاش میتونه این باشه. بعد ارزم به حضورتون که برای کسایی هم که سالمن، مثلا آریتمی ندارن یا مشکلات این شکلی ندارن که بخواد از جای غیر از گره ریتم تولید بشه، مصرف مثلا دخانیات، الکل یا استرس بیش از حد میتونه این مشکل رو ایجاد کنه که این خیلی خطرناکه. خب چون اصلا کانداکتیویتی و سیستم هدایت قلبی رو دچار خلل میکنه و خیلی هم خطرناکه. چرا؟ چون گفتیم قلب 24 ساعته داره کار میکنه دیگه. یک کوچولو اخلال ایجاد کردن تو کارش کاملا میتونه بدن رو متحول کنه. در کل این اتفاقات پیش میاد. خب یعنی این اکسترا سیستول اتفاق میفته، یعنی فکر نکنین یه پدیده خیلی فضاییه که به ندرت اتفاق میفته، اینطور نیست، در کل پیش میاد و خیلی وقتا هم بدن خودش تنظیمش میکنه و میره. میگم به هر حال شما الان حساب کن یه ماشینم دائما نیاز داره که شما حواستون به قطعات مختلفش باشه که این تنظیمش به هم نخوره، یا اگه جایی به هم خورد دوباره ستش کنید، دوباره سینکش کنید که برگرده سر عملکرد قبلیش. منتها توی یه سری از موارد این اکسترا سیستولا میتونن خطرناک باشن و غیر قابل کنترل میتونن باشن که خب این مشکل. حالا میایم یکم پایینتر، اینجا میاد در مورد انواع مدل اکستراسیستول صحبت میکنه. یعنی آتریال، ونتریکولاره و نودال اکستراسیستول. خب ببینید در مورد ارزم به حضورتون آتریال یا دهلیزی، میگه که انقباض اضافی دهلیز ناشی از تحریک اضافی یک نقطه غیر طبیعی در تنظیم ارزم به حضورتون ضربان قلب. بعد اگه این اتفاق بیفته ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ ما با گرفتن نوار قلب میتونیم ببینیم که موج پی توی نوار قلب دچار تغییر شده و از اینجا میتونیم بفهمیم که آقا یه اکستراسیستولی در دهلیزها داره اتفاق میفته. خب بعد
و توجهی هم که بکنید، حالا خودش به عنوان نکته اضافه گفته QRS توی نوار قلب هیچ تغییر نمیکنه، موج QRS. الان میام پایینتر رو شکلم بهتون نشون میدم، اما پی تغییر میکنه. الان نگاه کنین اینجا، شکل رو نگاه کنید، ببینید اینجا میبینید این موج اتفاق افتاده که بعدش میاد اینجا که موج پی ما باشه دچار اختلال میشه. خب که قبل از QRS ما. الان نگاه کنین شما، من براتون یه دونه چیز بردارم که بتونم بکشم. شما الان نگاه کنید اینا همه موجای پی ما، این که معلوم است. ببینید بچه ها، اینا الان همه موجای پی ما، این تیکه از نوار قلب، درسته؟ خب بعد میبینین اینا مورولس کم و بیش شبیه هم هستن. کجا خیلی تغییر کرد؟ اینجا. خب و این تغییره چی بود؟ ببینید بچه، این تیه. خب این موج تیه ماه که بعد از اینکه این ایمپالس ثبت بشه توی نوار قلب، ما میگیم قلب میره توی دوره دیاستول یا استراحتش. خب که بعد عذر میخوام ببخشید، که بعدش ضربان قلب دوباره از اول شروع بشه. خب این تی ما، موج تی ما آخرین چیزیه که روی الکتروکاردیوگرام یا ECG ما ثبت میشه یا نوار قلب ما ثبت میشه. بعدش ببینید اینجا نگاه کنید، این بازه رو میبینید، اینجا بازه استراحت ما. خب این میشه چی؟ این میشه استراحت یا دیاستول. حالا من اینجا دی میمیسم به صورت خلاصه. خب این میشه دیاستول یا استراحت. اما الان ببینید گفته بودیم که چی؟ پی دوچار تغییر میشه. پی میشه اولین موج ما، میشه موج استارتر ما، یعنی اون چیزی که روی الکتروکاردیوگرام به عنوان استارتر ثبت میشه دیگه، درسته؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اومده چسبیده به اون موج تی ما، یعنی دیگه نذاشته این دوره دی اتفاق بیفته. ولی همچنان میبینید که QRS این QRS بچه، این خط اینجوری بلند میره بالا میاد پایین، این QRS که به هر تیکش هم، یعنی اولش میشه Q بعدیش میشه R بعدیش میشه S که میاد اونجا که بعدش هم برسه به موج T. خب که میبینی QRS ما ثابته، منتها اینجا ما میبینیم یه سری جاها این پی ما دچار تغییر میشه، تبدیل میشه به ارلی پی. بنابراین این شد. حالا بیایم بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم. من این قلم رو بردارم. خب حالا اومده گفته ونتریکولا، خب یعنی اکستراسیستولی که مربوط به بطنه به صورت مشخص دیگه. ببینین تو شرایطی مثل هیپوکسی، خب کمبود اکسیژن و اینا، انقباض غیر طبیعی کاردیومیوسیت ها باعث انقباض اضافی بطن میشه. خب یعنی در سطح سلولی اول اتفاق میفته، بعد چون میدونیم ما کانداکتیویتی هدایت پیام داریم توی عضله قلبی، باعث میشه بقیه سلولا و بعدش کل بافت درگیر بشه. خب بعد عرضم به حضورتون این از این همراه با توقف جبرانیه. خب زیرا ایمپالس طبیعی بعدی که از گره سینوسی میاد به بطن در دوره مقاومتی میرسه و منجر به انقباض نمیشه. بعد اما ایمپالس بعدی یک انقباض بطنی طبیعی رو ایجاد میکنه، یعنی مجددا توی فرآیند خود تنظیمی خودش رو درست میکنه. الان شما بیاین ونتریکولا رو ببینین، میبینید اینجا رو کجا تغییر ایجاد شده؟ توی QRS ما تغییر ایجاد شده. من مجدد قلم رو بگیرم، ببینید توی QRS ما تغییر ایجاد شده. شما الان این QRS رو مقایسه کنید با بقیه QRS ها که چه اتفاقی بهش افتاده. اینجا اگه این اکستراسیستول توی ونتریکولار اتفاق بیفته، میاد یه پاز میده قلب ما، یه توقف میده، جریان ها رو متوقف میکنه که بعدش دوباره به حالت نرمال ضربان قلب ما ادامه پیدا بکنه. خب به حالت نرمال از اینجا به بعد ادامه پیدا بکنه. بنابراین به محض اینکه توی QRS و مرحله انقباض بطنی ما ونتریکولار یه اکستراسیستول اتفاق بیفته،
ما توقف جریان ها رو داریم، توقف انقباض رو داریم که دوباره مجددا قلب ریست بشه و از اول شروع کنه. پس این اینجوری. اما تو دهلیز دیدین دیگه، به روی خودش نمیاره، همون رو ادامه میده، یک کیو آر اس طبیعی رو ادامه میده که بعدش یه تی طبیعی رو ادامه بده که بعد دوباره مجدد از اول شروع بکنه. ولی توی بطن اینجوری نیست، یه پوز داریم. پس این شد از اکستراسیستول بطنی. و اما در نهایت نودال اکستراسیستول که مربوط میشه به گره هایی که جریان های عصبی رو توی قلب ما میسازن، باعث تحریک معکوس دهلیز میشه این مدل از اکستراسیستول. در نوال قلب موج پی منفیه و با کمپلکس کیو آر اس پوشیده میشه یا کمی بعد از اون ظاهر میشه. خب باعث ایجاد توقف اضافی پس از اکستراسیستول میشه. خب این از این که مورولس حالا اینجا شکلش رو نیورده ولی تقریبا یه چیزی شبیه به همین ارزم به حضورتون ترکیبی از دوتای بالا هن. یعنی نها کنین اولا که موج پی منفیه. خب بعد ارزم به حضورتون که کیو آر اس میاد اینو پوشش میده. خب و یه توقف اضافی هم ما بعد از کیو آر اس داریم، یعنی تا حد خیلی زیادی این نودا اکستروسیستول شبیه همین ونتریکولار عکسش که با هم بررسی کردیم. خب میایم سوال بعدی. یه لحظه بچه ها منو ببخشین. خب ببخشید. بریم ادامه کلاس رو داشته باشیم. حالا میاد در مورد دستگاه هدایت شونده قلب صحبت میکنه. حالا یه چیز جالبش اینه که کاش که مثلا اینو میومد یکم زودتر از اون اکستراسیستول توضیح میداد که ما بتونیم ارزم به حضورتون دقیقتر به این قضیه نگاه بکنیم. این اینترنت من اینه که هی ساعت وصل میشه. خب میاد میگه کانداکتینگ سیستم. بعد ارزم به حضورتون که
ببخشید من نتم خیلی مشکل داره، یعنی احساس میکنم اتصال لپتاپم به نت که انقدر مشکل داره، هی من میرم و میام به خاطر این. خب ببینید چی میگه. میگه که these muscle cells send signals to the rest of the heart muscle causing a contraction. This group of muscle cells is called cardiac conduction system. پس ببینید یه سری سلول های ماهیچه‌ای قلبی توی قلب ما تغییر پیدا کردن و به یه حالت سلول نیمه عصبی تبدیل شدن به نوعی که توانایی هدایت پیام عصبی رو تو خودشون دارن. این توانایی هدایت پیام عصبی تو خودشون باعث میشه که بتونن باعث انقباض مابقی سلول های ماهیچه‌ای قلب بشن و در نهایت قلب رو منقبض و بعدش هم منبسط بکنن. خب بعد میگه the main parts of the system are SA nodes, AV node, bundle of HIS, bundle branches، بعد Purkinje fibers که خب محل شروع ضربان ما میشه SA node، همون گره پیشاهنگیه که خدمتتون عرض کردم. بعد گره دهلیزی بطنی داریم که این میاد سیگنال رو از دهلیزها به بطنها هدایت میکنه. بعد از اون ما ارزم به حضورتون شاخه های دسته ای رو داریم که سیگنال ها رو به سمت پایین قلب هدایت میکنن. و در نهایت فیبرهای پرکنج رو داریم که اینا میان سیگنال نهایی برای انقباض بطن ها رو ایجاد میکنن. این پرکنج سیگنال نهایی رو میان برای بطن ها ایجاد میکنن. خب بعد نوشته که چی؟ نوشته atypical cells of the heart 5% of total cardiomyocytes. میگه این سلول هایی که توانایی هدایت پیام دارن ما بهشون میگیم آتیپیکال، حالا تو این کیس یعنی غیر عادی، 5% از کل سلول های ماهیچه‌ای رو تشکیل میدن. بعد میگه که 3 تا آتیپیکال ما داریم، خب که میان توی این سیستم هدایت قلبی به ما کمک میکنن. سلول های پی که اینا سلول های ضربان سازن، میوگلوبین ندارن و رنگ کمرنگی دارن. خب بعد از همه اتوماسیتیشون بیشتره، یعنی بالاترین حالت اتوماسیتی رو دارن و در گره ها میتونیم پیداشون کنید، یعنی توی گره SA و قسمت پایینی گره AV شما میتونید این سلول ها رو پیدا کنید. بس سلول های تیو داریم که اینا برای انتقال سیگنال ها طراحی شدن. خب اصلا این ترانسداکشن واسه این بهشون میگیم تی. بعد عرضم به حضورتون که اینا سرعت هدایتشون بالاه، بعد منتها اتوماسیتیشون پایینه، دقیقا مثل چیزی که ما توی هیس باندل میبینیم یا همون عرضم به حضورتون رشته های شاخه هایی که گفته بودیم، شاخه های هیسی که گفته بودیم. بعد عرضم به حضورتون از این و در نهایت هم همین سلول های پورکینج رو داریم که نقش نهایی در انتقال سیگنال ها به بطن رو دارن، همونجوری که صحبت کرده بودیم. بعد اینم از این. بعد میگه 3 intermodal bundles contain Purkinje type fibers connects SA node to AV node. بعد اینم از این. یه دونه anterior intermodal tract of Gutschman داریم، middle intermodal tract of Wechtbach داریم و posterior intermodal tract of Sorel. اینا بچه ها حفظی هن، حتما حفظ بشن. من هایلایتشون بکنم، اینا رو حفظ کنید حتما. بعد حالا اومده راجع به خاصیت اتوماسیتی و کانداکتیویتی سلول های آتیپیکال توی قلب میخواد صحبت کنه. بعد میگه discharge spontaneously without any ارزم به حضورتون stimulation. It's caused by the pseudociliaris on the cell membrane، یعنی تحریک پذیری در سطح غشای سلول اتفاق میفته. P cells have on the surface of cell membranes highly excitable low threshold calcium channels which are normally opened spontaneously. خب از ما یه سری کانال های کلسیومی داریم که اینا آستانهشون پایینه، بنابراین تحریک پذیریشون بسیار بالا میره دیگه. بعد اومده کانداکتیویتی خاصیه هدایت پذیری رو گفته، میگه بین 1 تا 1.5
متر بر ثانیه اینا میتونن پیام رو انتقال بدن. یعنی شما سرعت رو ببینید دیگه، 1 الی 1.5 متر بر ثانیه. اسپریت فرام SA نود که گفتیم گره ابتدایی پیشاهنگ ماه. AV نود ایپکس آف the heart، یعنی دیگه تا ایپکس هارت و محیط اطرافش دیواره بطنش میره. بعد upper AV node conducts at about 5 to 7 centimeter sec، یعنی یکم توی AV حالا پایین تره. بعد میگه که یه دونه تاخیر 500 ثانیه‌ای توی پیام ایجاد میکنه. بعد میاد پیام رو توی باندل، توی هیس باندل پخش میکنه که بره به دیواره بطن برسه و در نهایت هم به عرض به حضورتون پورکینز فایبر برسه که پورکینز فایبر بتونه به صورت کامل برای بطن این رو پخش بکنه. خب خب حالا اومده راجع به چرخه قلبی صحبت کنه که آقا این ضربان قلب ما به چه صورت هست، چه دوره استراحت، چه دوره تپشه، هر کدوم چقدر طول میکشن. بچا یه چیزی که وجود داره اینه که این اعداد ثانیه هایی که مثلا می‌نویسه آقا این انقباض انقدر، این استراحت انقدر، اینا رو شما باید حفظ کنید. خب یعنی کاملا عددن و کاملا هم حفظی. و اینکه استادا هم معمولا به این قضیه علاقه دارن، چون ما کلا این پدیده تنظیم قلبی رو میایم با زمان بررسی میکنیم دیگه، که هر وقت اگه این زمانه بیشتر یا کمتر طول بکشه نشون دهنده یه آریتمی، یه مشکلیه، مخصوصا تو سلول هایی که قابلیت کانداکتیویتی دارن توی قلب. پس منم از شما میخوام که حتما این اعداد رو بهشون توجه مضاعف داشته باشید. میگه cardiac cycle refers to all event associated with blood flow through the heart from the start of a heartbeat to the beginning of the next. پس میشه همه یه چیزهایی که مربوط به فشار خون و جریان خون از ابتدای تپش قلب تا شروع تپش قلب بعدی. During a cardiac cycle, each heart chamber goes through a systole and diastole. Correct pressure relationship are dependent on careful timing of contraction. ببینید این تایمینگ خیلی توی این بحث مهمه. خب که میگه توی این ارزم به حضورتون سایکل قلبی ما همه حفره ها، همه ارزم به حضورتون چه دهلیز چه بطن های ما دچار یک دوره سیستول یا انقباض و یه دوره دیاستول یا استراحت خواهند شد. یعنی همشون یه دور اینو خواهند داشت که در کل مجموع اینا میشه چرخه قلبی یا کاردیاک سایکل. The cardiac cycle consists of three main phases: arterial systole, ventricular systole and diastole. که این دیاستول بیشتر در واقع همون دیاستول بطنی ما هستش که حالا جلوتر راجبش صحبت. بقیه‌اش هم که مشخص. آرتریال سیستول میشه موقعی که دهلیز ها دچار انقباضن. ونتریکولار سیستول میشه موقعی که بطن ها دچار انقباض. در مورد آرتریال سیستول میگه آرتریال سیستول last 0.1 second، 1/10 ثانیه. While the anteroventricular valves are open. در حالی که چی؟ در حالی که دریچه های بین دهلیز و بطن ها باز هستن. خب یعنی این انقباض توی دهلیز اتفاق میفته در حالی که دریچه های بین دهلیز و بطن ها بچه ها باز هست. And the semilunar valves are closed. و اون دریچه هایی که بین ارزم به حضورتون بین حفره ها و رگ ها وجود دارن بستن. خب این مشخصه به خاطر اینکه خون برنگرد. The pressure in atria is 5 to 8 millimeter of Hg. خب the atrial systole ends with closure of the anteroventricular valves and the ventricular systole begins. میگه بعد از اینکه دریچه های بین بطن ها و دهلیز ها بسته شد، یعنی در واقع بعد از اینکه خون از دهلیز توسط انقباضی که داشته همین آرتریال سیستول منتقل شد به بطن و دریچه ها بسته شد، قطعا آرتریال سیستول به پایان میرسه. بعدش اتفاق میفته؟ بعدش شروع انقباض قلب خواهد بود. خب
میگه the ventricular systole its duration is 0.33 second. میگه که انقباض بطنی ما 33 دهم ثانیه طول میکشه. Divided into a period of tension and a period of blood expulsion. خب the voltage period is 8 ثانیه. It is also consist of two phases. خب حالا اینو بیاریم بچه یه نگاه ریز به این متن بندازین. ببینید الان اینجا داره چیکار میکنه، اومده اول تعریف کنه دو تا فاز ارزم به حضورتون کانترکشن بطن و بعدش بیاد راجع به نکاتش صحبت کنه. یه دور اول بخونید چون تا نخونیدم من نمیتونم توضیح بدم، یعنی اون دستاوردی که باید داشته باشه نداشته باشه. در حد 30 ثانیه فقط این متن رو یه روخونی بکنید همتون. هر وقت خوندین یه دونه مثبت توی چت ما بذارین، ولی حتما بخونید بچه‌ها، تو رو خدا پشت گوش ننداز. خب ایشالا که همتون حداقل یه دور خونید. همونطور که عرض کردم اولش میاد راجع به دو مدل، یعنی دو گروه از انقباضات بطنی که ما میتونیم انقباضات رو بین این دو دسته تقسیم بکنیم میاد صحبت میکنه. یه دونه انتخابات ناهمزمان، خب که یا همون میشه آسینکرونوس، خب و یه دونه دیگه هم انقباضات ایزومتریک. خب که حالا انقباضات ناهمزمان یا آسینکرونوس چیه؟ میگه زمانی که تحریک تا انقباض کاردیومیوسیت ها طول میکشه و باعث بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی میشه. توی این مرحله فشار بطن ها سریعا داره افزایش پیدا میکنه و به 80 از به 60 الی 80 میلیمتر جیوه میرسه. یعنی چی؟ یعنی ابتدا تحریک صورت میگیره که بخواد بره بطنهای ما رو منقبض بکنه، درسته؟ اما این تحریک هنوز نرسیده به ارزم به حضورتون سلول های بطنی که بخواد اثر خودش رو بذاره، سلول های کاردیومیوسیت بطن ها که بخواد اثر خودش رو بذاره. تو این فرصت چه اتفاقی میفته؟ دریچه های دهلیزی بطنی ما بسته میشه و فشار توی بطن به شدت داره افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون خون پر شده توی بطن. بعدش میره ایزومتریک، میشه زمانی که دهلیزی بطنی بسته شدن، خب بعد هنوز انقباض به صورتی نیومده که بخواد طول این فیبرها تغییر بکنه، خب طول فیبرهای عضلانی تغییر بکنه، اما تنش توی بطنه داره افزایش پیدا میکنه چون پیام داره میرسه. فشار در بطنها از آورت و حتی از ارزم به حضورتون سحرک های ششی ما هم بیشتر میشه. چه اتفاقی میفته وقتی فشار توی بطن ما بچه‌ها بیشتر میشه؟ دریچه هایی که بین بطن ها و رگ های ما هستن که گفتیم برای بطن چپ میشه به آورت که بره کل بدن، برای بطن راست هم میشه ارزم به حضورتون در سحرگ ششی که بره به شش ها. زمانی که فشار خون توی بطنهای ما اختلاف معنادار پیدا میکنه با این رگهای ما، این دریچه ها باز میشن
چون فشار خون تو بطن بیشتره، خون از بطن به سمت رگ میره و خون برگشت نمیخوره. تا کی ادامه پیدا میکنه؟ تا موقعی که این فشار مجددا کمتر میشه. وقتی کمتر میشه چی میشه؟ دریچه ها در جا بسته میشن که خون بر نگرد. خب حالا میگه دوره جهش خون، همین جایی که گفتیم خون منتقل پیدا میکنه، مدتش چقدر؟ 25 صدم ثانیه است. دو تا فاز کلی هم داره. اولین فازش موقعیه که این جهش خون ما سریع اتفاق میفته. من بچه ها دارم یکی یکی از رو خط میرم جلو، فقط دارم فارسی صحبت میکنم، یعنی اصلا فکر نکنیم که دارم یه چیزای جدایی رو میگم. ببینید یه موقع یه دونه فازش اینه که این اجکشن فست اتفاق میفته، یه جایی هم از اجکشن اسلو اتفاق میفته، یه فاز دیگهش. خب بعد اینا هم که گفتم همون عددهاییه که حتما حواستون باشه بهش. میبینین بعد دقت کنید که چقدر بین فشار بدن چپ و بدن راست ما اختلافه. علت این اختلاف چیه؟ چون بدن چپ باید خون رو بفرسته به کل بدن، بنابراین باید فشارش انقدر بیشتر باشه که بتونه به اندامهای بالایی و پایینی بره. منتها فشار خون ششی فقط چون قراره بفرسته به شش نیازی نداره که انقدر بالا باشه، همینقدر که از سرخ رگ ششی بیشتر باشه که خون رو بتونه توش پمپاژ بکنه کفایت میکنه. خب حالا اومده سراغ چی؟ اومده سراغ دیاستول بطنهای ما یا زمان استراحت بطنهای. مدتش چقدر؟ 47 صدم ثانیه است، همینجوری که میبینید. اینا رو هایلایت هم میکنم. بعد عرضم به حضورتون که شروع این دیاستول ارزم به حضورتون بطنی ما هم یه دوره اولیه داریم، ناکاری نوشته پروتو دیاستولیک پریود. خب یه دوره دیاستول اولیه داریم که 400 ثانیه است. این شروع استراحت بطنهای ما. دریچه های ارزم به حضورتون بین قلب و بین بطن و در واقع رگ های ما بستن. گفتیم دیگه خون و پمپاژ کرده رفته تو رگ ها، الان میخواد استراحت کنه. دریچه های بین دهلیز و بطن ما هنوز باز نشدن، اونا هم هنوز بستن. یعنی اینجا تنها بازه ایه که همه هر 4 تا دریچه با همدیگه بستن. تو کی؟ تو این پروتودیاستولیک ما که 400 ثانیه است. خب بعد میایم اینجا روی این نکته های پایین این خطا رو نگاه کنیم. میگه که لحظه ای که این دریچه های سمیلونار ما یا این دریچه هایی که بین رگ و بطن های ما هستن بسته میشن، همون موقعیه که ارزم به حضورتون صدای دوم قلب ما اتفاق میفته. وقتی که فشار تو بطن ها بچه ها به صفر میرسه، یعنی دیگه هیچ فشاری وجود نداره، دقیقا همون موقع است که دریچه های دهلیزی بدنی ما باز میشن که بتونه خون دوباره مجددا وارد بطن ها بشه و انقباض دهلیز ها هم اتفاق بیفته. بعد این از این. حالا اینجا رو ببینید، داره در مورد این خط داره در مورد پر شدن بطن صحبت میکنه. خب این پر شدن بطن خودش 3 مرحله کلی داره. فاز سریع داره، فاز کند داره و در نهایت انقباض نهایی که باعث ارزم به حضورتون پر شدن بطن میشه که میبینید دیگه نوشته فیلینگ. بعد میگه که the period of feeling accompanied by vibration of the walls of ventricles corresponds to the occurrence of third heart tone. این هم است. رو شکل ببینیم. خب الان اینجا میخواد راجع به سیستول دهلیز ها و استراحت اونا صحبت کنه. همینجور یه سری نکات اضافی هم میخواد راجع به
خروج خون از روی بطن ها بگیره. خب این تیکر رو بچه شده بخونید و بعد از اینکه خوندید بعد توی چت بذارید. 7 تا فاز کلیه که داره بررسی میکنه. خب من اینو میارم پایینتر، شما اگه عکس خواستیم بگیرین بعد ما بریم یکی یکی از اول تا آخرش همه رو بررسی کنیم. خب یه نگاه سریع بندازید چون بدون اینکه خونده باشید واقعا فهمیدنش سخت میشه. ببخشید بچه ها، مجددا نتم دچار ایراد شد دیگه، رفتم کامل نتو عوض کردم، یکم طول کشید. گفتم دیگه تو این فرصت هم شما این فازهای مختلف رو بخونید که بعدش بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. خب خیلی سریع شروع کنیم. خب ببینید گفتم میخواد راجع به ارزم به حضورتون یک چرخه کامل قلبی، خب اینکه آقا رویدادهای الکتریکی توش چیه، مکانیکی توش چیه، فشارها چجوری تغییر میکنن و اینکه این از شروع انقباض تا آخرش که میرسیم به استراحت رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب توی این چیز پس خیلی مهمه. این الان عمل کرده کل قلب، یعنی کل فانکشن سیستم قلب رو ما الان میخوایم توی 7 مرحله با هم دیگه بررسی بکنیم. پس اینجا رو حسابی با دقت گوش کنیم. خب ببینید اولین مرحله میاد میگه چی؟ میگه سیستول دهلیزی، آرتریال سیستول. قبل از اون خب موج پی در الکتروکاردیوگرام ظاهر میشه که نشان دهنده فعالیت الکتریکی دهلیز است. نکته ای که همیشه یادتون باشه، هر جا ما انقباض داشتیم قبلش فعالیت الکتریکی رو داشتیم، یعنی اول یه دونه تحریک پذیری الکتریکی اتفاق افتاده که بعدش انقباض اتفاق افتاده. ما توی الکتروکاردیوگرام میایم فعالیت های الکتریکی رو بررسی میکنیم. بنابراین وقتی ما موج پی رو میبینیم این موجیه که برای تحریک دهلیزها اتفاق افتاده. پس موج پی زودتر اتفاق میفته، بعدش بعدش انقباض دهلیزی. پس میگه قبل از اون موج پی در الکتروکاردیوگرام ظاهر میشه که نشان دهنده فعالیت الکتریکی دهلیزها هستش. این مرحله چی میشه؟ باعث پر شدن بیشتر بطن ها میشه، اما پر شدن بطن ها ضروری نیستن. خب یعنی حالا یعنی چی اینجا برای پر شدن بطن ها ضروری نیست؟ الان بهتون میگم. بعد اینکه بچه‌ها ببینید اصلا نقش دهلیز اینه که بیاد یک فاصله ای ارزم به حضورتون ایجاد بکنه بین رگی که داره خونو میاره، حالا چه بزرگ سیاهرگ ها باشن، بعد ارزم به حضورتون چه سیاهرگ های شوشی باشن که خونو دارن، خون تصفیه شده رو دارن میارن. دهلیز در واقع میاد یه نقشی ایفا میکنه که ارزم به حضورتون این بطن ما به صورت مستقیم در تماس نباشه با خونهای با رگایی که دارن خونو میارن. چرا؟ چون بطن به صورت مستقیم در تماس با رگهایی که دارن خونو میبرن. در واقع میاد این فاصله رو بندازه. نکته‌ای که داره میگه آقا اینجا نسسری نیست، ایسنشال نیست، به خاطر اینه که اگه دهلیز انقباض هم نکنه باز ارزم به حضورتون بطن‌های ما پر میشن. منتها این انقباض صورت میگیره که این بطن‌ها سریعتر بتونن پر. خب پس این علت اینه که میگه اسنشال نیست. افزایش فشار دهلیزا توی این مرحله خب باعث چی میشه؟ باعث این میشه که ما ارزم به حضورتون موج A رو روی کروی که مخصوص ارزم به حضورتون فشارهای وریدی هست داشته باشیم. خب که حالا اونو اگه توی فایل توضیح داد اون کرو هم اون منحنی هم میایم با هم بررسی میکنیم، اگه نداد که هیچ. بعد میگه که چی؟ میگه که در هیپوتروفی بطنی پر شدن بطنها توسط سیستول دهلیزی صدای چهارم قلب رو ایجاد میکنه که در بزرگسالان سالم شنیده نمیشه. چرا؟ چون شدت اون انقباض
به اون حدی نیستش که بخواد صدا ازش ایجاد بشه. خب بعد میاد سراغ مرحله دوم. اسم مرحلهش چی گذاشته؟ ایزوولومتریک ونتریکولار کانترکشن، که میشه همون انقباض ایزوولومتریک بطنی. خب این مرحله با موج QRS شروع میشه که نشون دهنده چیه؟ فعال شدن الکتریکی بطن‌های ما یا ونتریکل های ما. وقتی فشار بطن‌ها از فشار دهلیزها بیشتر بشه، دریچه های دهلیزی بسته میشن که این میشه صدای اول و صدای اصلی قلب. خب زمانی که دریچه های دهلیزی بطنی ما بسته میشن، میشه بچه ها صدای اول ارزم به حضورتون قلب که ما میشنیم. بعد میگه که توی این مرحله فشار بطن ما به صورت ایزوولومتریک، یعنی خیلی شدید با یه شیب خیلی زیادی افزایش پیدا میکنه، ولی هیچ خونی از بطن ما خارج نمیشه. چرا؟ چون هم دریچه های دهلیزی بطنی ما بستن که گفتیم مثلا صدای اول ما رو میدن، آتریونتریکولار والو ما بستن، همین که دریچه هایی که بین ارزم به حضور لومینار ما بستن که بین رگ و ارزم به حضورتون بطن ما وجود دارن. خب پس جفت دریچه ها بستن، توی بطن پر از خونه، بطن دچار انقباض شدیده، پس به شدت فشار خون توی بطن ما میره بالا. بعد این از این. حالا میریم سراغ مرحله سوم، Rapid Ventricular Ejection، یعنی خروج بسیار سریع خون از بطنهای ما. خب پس این رسیدیم به این مرحله. میگه فشار بطنی توی این مرحله به حد اکثر خودش میرسه. خب موج سی روی منحنی فشار وریدی روی همون ونوس پالس کرو، خب موج سی رو ایجاد میکنه. خب بعد ارزم به حضورتون وقتی فشار بطنی از فشار آورتی بیشتر میشه، که گفتیم وقتی فشار خون توی بطن ما بیشتر بشه زمانیه که حالا رگ‌های ما که اینجا آورت و سرخ رگ ششی میان دریچه هاشون باز میشه که چرا؟ خون بتونه از بطن به اونها وارد بشه دیگه. وقتی فشار بطنی از فشار آورتی بیشتر میشه، دریچه آورتی ما باز میشه و خون به سرعت وارد آورت میشه. حجم بطنی ما به شدت کاهش پیدا میکنه، چون خون رو ارزم به حضورتون تا حدی که میتونسته خارج کرده با این حجم ضربه ای که داشته. بعد پر شدن دهلیزها شروع میشه و انتهای این مرحله با آغاز موج تی که نشان دهنده بازگشت پذیری الکتریکی بطن هاست همراهه. یعنی اون موج تی که آخرشه داره ما میگه این بطن ما آماده شده که مجددا موج انقباض یعنی پیام الکتریکی انقباض رو دوباره دریافت بکنه، یعنی نوید دهنده این. بچه‌ها یه نکته هم اینجا من به ذهنم رسیده بهتون بگم. یادتون باشه دریچه هایی وجود ندارن که ازم به حضورتون بین سیاه رگ هایی که خون رو به قلب میارن باشن و دهلیز ها، اصلا اونجا دریچه وجود نداره. دریچه ها کجان؟ دریچه ها بین سرخ رگ ها و بطن ها وجود دارن و اونجا دائما بازه، یعنی دائما خون به دهلیز ریخته میشه. ما اگه میخوایم از ورود خون به بطن جلوگیری کنیم، اونجا خودمون دریچه دهلیزی بطنی داریم. پس این اینجوری. بعد میاد سراغ ارزم به حضورتون مرحله 4. میگه چی؟ میگه reduced ventricular ejection، تخلیه کاهش یافته بطنی. خب میگه خون ریزی از بطنها به آرامی ادامه داره. فشار بطنی و فشار آورتی جفتشون شروع به کاهش میکنه، چون اصل خون خارج شده دیگه. پر شدن دهلیز ها که گفتیم همچنان ادامه داره و همیشه هم ادامه پیدا میکنه. موج 7 روی منحنی فشار وریدی یا همون ارزم به حضورتون ونوس پولس کروی که گفتیم، اینا من اینجا هم بچه اگه نمیتونیم ببینیم، موج 7 یا همون موج وی ما ارزم به حضورتون روی این ارزم به حضورتون منحنی فشار وریدی ما ایجاد میشه که نشون دهنده ورود خون به دهلیز راست ماه، یعنی داره خودش رو پر میکنه. بعد ایزوولومتریک ونتریکولار ریلکسیشن که میشه دیگه مرحله استراحت قلبی. بعد
دیگه رسیدیم به آخر موج تی توی الکتروکاردیوگرام، دیگه کاملا تحریک پذیری، آماده تحریک پذیری بطن ما. دریچه آورتی و سپس دریچه هایی که ارزم به حضورتون بین سیاهرگ ششی و بطن، سرخرگ ششی و بطن وجود داره بسته میشه جفتشون. بعد که این بسته شدن دریچه های سرخ بین سرخرگ و بطن ما، خب که همین سمیلونار ما هستن، اینا این اسمشونه بچه سمیلونار، که حالا نیمه هلالی هم بهش میگن. بسته شدن این دریچه ها صدای دوم قلب ماه. خب بعد ارزم به حضورتون که حجم بطنی ما ثابت میمونه، همین ایزوولومتری که ما ثابت میمونه. چرا؟ چون همه دریچه ها بستن دیگه، خونی وارد نمیشه. هم دریچه بین دهلیز و بطن ما بسته است، هم دریچه بین سرخرگ و بطن ما بسته است، سرخرگ ها و بطن ما بسته است. بعد میگه که یه دونه برآمدگی کوچیک تحت تاثیر فشار آوردی یا نوچ دیکروتیک ایجاد میشه که این بعد از بسته شدن دریچه آورتیه، که من حالا علتش هم بهتون میگم. ببینید بچه ها، یه خاصیتی که سرخرگ های ما دارن خاصیت ارتجاعیشونه. خاصیت ارتجاعی به چه معنایی؟ به این معنایی که شما این هم قابلیت اینو دارن که اندازهشون رو تغییر بدن در اثر فشار، در اثر تنش، همین قابلیت این دارن که بعد از اینکه تنش برطرف شد دوباره خودشون رو به حالت اولیه برگردن. زمانی که بطن ما میاد با فشار خون رو میفرسته تو سرخرگ‌های ما، فشار زیادی از طرف خون به دیواره سرخرگ‌های ما وارد میشه. سرخرگ ما مخصوصا آورت به عنوان اصلی ترین سرخرگ که خون رو به همه بدن میبره، حالا آورت ما میاد در جواب به این فشاری که به دیوارش وارد میشه، دیواره خودش رو عریض‌تر میکنه، پهن‌تر میکنه، خب که بتونه این فشار رو دریافت بکنه. زمانی که این فشار خون به پایان میرسه از طرف بطن، دیگه بطن کار خودش رو کرده و دریچه بین آورت و بطن بسته میشه، دیگه خب فشار سابق وجود نداره. آورت میاد طبق این خاصیت ارتجاعی اندازه خودش رو به حالت قبلی برمیگردونه. این برگردوندن اندازه آورت به حالت قبلی باعث میشه یه فشار ثانویه‌ای روی خون ایجاد بشه که خون بتونه بهتر برسه به بقیه ارزم به حضورتون اعضای بدن و بقیه ارگان ها. که این میگه که چیکار میکنه؟ این میاد یه برآمدگی کوچیک به اسم نوچ دیکروتیک ایجاد میکنه روی منحنی فشار آورتی ما موقعی که ما داریم فعالیت آورت رو بررسی میکنیم. بعد میریم سراغ مرحله ارزم به حضورتون ششم. مرحله ششم که میگه پر شدن سریع بطنی. وقتی فشار بطنی از فشار دهلیزی کمتر میشه، دریچه میترال باز شده، یعنی بین دهلیز و بطن، و پر شدن بطنها از دهلیزها آغاز میشه. جریان سریع خون از دهلیزها به بطنها صدای سوم قلب رو ایجاد میکنه که توی کودکان طبیعیه و توی ارزم به حضورتون بزرگسالانی که دچار بیماری شدن مشاهده میشه. این در نهایت نباید این باز شدن دریچه به حدی قوی باشه که ما تو بزرگسالان بشنویم. یکی از مشکلاتی که قوی بودن این باز و بسته شدن دریچه ها بیش از حدی که باید ایجاد میکنن اینه که اندازه قلب رو تغییر میدن. موقعی که اندازه قلب رو تغییر میدن، دیگه ریتم پمپاژ ما و ریتم انقباضات ما نمیتونه تاثیر کافیشو بذاره. پس این شده است. خب میگه جریان سریع خون از دهلیزها به بطن، آره اینو که گفتیم. بعد میریم سراغ چی؟ مرحله آخر یا مرحله هفتم، reduced ventricular filling یا دیاستاسیس. خب میگه طولانی ترین مرحله چرخه قلبی از نظر زمانی، پر شدن بطنها با سرعت کمتری ادامه پیدا میکنه. مدت زمان این مرحله به نرخ انقباضات قلب بستگی دارد. افزایش ضربان قلب باعث کاهش زمان پر شدن بطن‌ها، کاهش حجم پایان دیاستولی و کاهش حجم ضربه‌ای رو هم به همراه داره. ببین بچه‌ها، این مراحلی که الان با هم دیگه بررسی کردیم عملکرد دقیق قلب رو در هر چرخه‌ای که داره به ما نشون میده. فعالیت الکتریکیش رو صحبت کردیم، فعالیت‌های مکانیکیش هم صحبت کردیم. حتما من حالا قبل از اینکه شروع کنم توضیح دادن راجع به این هفت مرحله گفتم حتما مطالعه کنید، ایشالله که کرده بودید.
حتما مجدد این تیکه از ارزم به حضورتون دستگاه گردش مواد رو حتما مورد توجه قرار بدید. به شدت مهمه، به شدت مهمه. راجع به همه این باز و بسته بودن ها، راجع به مدت زمان ها، راجع به همشون صحبت کردیم بچه‌ها. خب این هم از کسی تا اینجا سوالی داره؟ اگه سوالی داره بپرسه، اگه نداره ما بریم سراغ مبحث بعدی. سوالی نبود؟ میاد رو الکتروکاردیوگرام، ای سی جی، کلینیکال دیاگنوستیس، اکوستیک. فصلا عجب فصلی، میبینید هر چقدر ورقم میزنم تموم نمیشه. خیلی کار داره، خیلی جزئیاتش زیاد، جزئیاتش زیاده. مشکل اصلی هم اینه که خیلی کلاسمون متکلم وحده است، فقط من دارم حرف میزنم، نه من میدونم که شماها چقدر بلدین، نه سوال خاصی مطرح میشه نه هیچ چیزی. یه مقدار اینا مشکل. خب، law of cardiac activity. The Frank-Starling law of the heart, also known as Starling's law or Frank-Starling mechanism, represent the relationship between stroke volume and end diastolic volume. خب پس نشون دهنده موقعی که ما حجم استروک رو داریم و پایان حجم دوره استراحت قلب. Frank-Starling's mechanism, the power of cardiac contraction is proportional with previous destination of the cardiac destination. Increased destination increase the power of the next contraction discovered onto the model of cardiovascular system of frogs. Two consequences. این حالا جالبیش اینه که توش اول اومده از طریق یه ارزم به حضورتون قورباغه اینو بررسی کرده، ولی قورباغه قلبش یه دونه بطن داره، دو تا دهلیز داره، یه دونه بطن داره. ما قلبمون 4 حفره‌ای شده که تا جایی که میتونه بیاد جلوگیری بکنه از ارزم به حضورتون قاطی شدن خونها، مخصوصا قاطی شدن خونی که داره از شش میاد و تمیز و پر اکسیژن با بقیه خونها. خب میاد میگه قانون حجمی چیه؟ میگه اگه حجم خون اضافی وارد ورید ما بشه، خب وارد ارزم به حضورتون سیاه رگ ما بشه، مقاومت ارزم به حضورتون این دیوارها هیچ تغییری ایجاد نمیشه توشون. بعد ولی چه اتفاقی میفته؟ SV volume of blood ejected in a single beat بیشتر میشه، اون حجم ضربه‌ای ما بیشتر میشه. Because increase in heart distension does lead to increase in ارزم به حضورتون contraction. یعنی چی؟ یعنی میشه زمانی که اتساع قلب ما بیشتر بشه منجر به افزایش انقباض ما میشه به صورت طبیعی. و قانون دوم که راجبش صحبت میکنه resistance law. میگه in condition of arterial vascular resistance inserment due to applying constriction to an artery, the venous returns is the same. SV doesn't change, but cardiac contraction increases. Cardiac of heart has to function more. میگه که در شرایط افزایش مقاومت عروق شریانی به دلیل اعمال انقباض در یک شریان،
بازگشت وریدی یکسانه، اسوی ما تغییر نمیکنه، اما انقباض قلبی افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون اصلا قلب باید بیشتر کار بکنه به علت ارزم به حضورتون این مقاومتی که وجود داره. بعد ببینین اومده ولوم های مختلف رو بررسی کرده که اول توی این شرایط اولیه آخر دیاستول ما حجممون 10، بعد آخر سیستول حجممون 3، موقع خود ارزم به حضورتون سیستول هم حجممون 7. بعد اومده که چیکار کرده؟ اومده بعد از اینکه این فشار روی آورت اعمال شده، اومده این عددا رو بررسی کرده. میبینیم که حجم سیستولی ما کم شده به 5، 2 تا کم شده. حجم پایان سیستول ما ارزم به حضورتون افزایش پیدا کرده شده 5. خب و اینکه حجم ارزم به حضورتون پایان دیاستول ما هم افزایش پیدا کرده که این اصلا باعث دیستنشن قلب ما میشه، در واقع منجر به اتساع قلب ما میشه. خب خب این هم است. و میگه حالا اینا همه جدا از اینه که خود ارزم به حضورتون ها کنین نوشته thus the heart needs contract more intensively to compensate for the situation, therefore in the next contraction systolic volume would be 7 is the restoration of the cardiac cycle on pumping activity. This is called the phenomenon on rep. خب و ببینید چی میگه. میگه که اینا باعث چه چیزایی میتونه بشه؟ باعث ادم تو بدن میشه چون نمیتونه دوباره اون مایع رو جمع آوری کنه. excess accumulation of fluid in body tissue، همون قضیه. due to the increased heart failure. خب بعد میگه که سیانوسیس داریم، bluish color of skin due to inadequate amount of O2 and blood due to the heart failure. چه اتفاقی میفته؟ خون از رگ خارج میشه، بلبول‌های قرمزی که از رگ خارج شدن دچار ارزم به حضورتون فساد میشن و رنگشون از قرمز به آبی تغییر میکنه. بنابراین شما میتونید نقاط کبود رو روی بدن بیمار ببینید. میگه to treat this we apply Frank Starling's law, we cut away the epicardium giving a space to myocardium to contract and distance, thus the power of contraction increases, more tissues can be supplied with blood. ما میایم این قسمت اپیکاردیوم قلب رو بر میداریم که هم جا و فضا واسه فعالیت میوکاردیوم بالا بره، همین که رسوندن نوتریشن و اکسیژن به بافت ها آسان‌تر اتفاق بیفته. خب تا اینجا کسی سوالی داره بچه ها؟ سوالی دارید بپرسید که الان بهترین وقت. بعد فقط به منم بگید الان من اینو اگه رو این حد زوم نگه دارم شما میتونید ببینید یا براتون سخت دیدنش؟ اینم به من بگید. سکشن بیمار رو ناهنجاری داشته باشد.
و دارد وارد شوک می شود بر روی کاردیوگرام هم از این قرنس. من سوالتو متوجه نشدم الان. راجع به آورتیک دیسکشن چه چیزی داری، چه اه، سوالی داری در موردش؟ من متوجه سوالت نشدم سام. خب ببین کلا اون آورتیک دیسنشنی که گفتی میشه پارگی آورت دیگه در اثر فشار خون بالا، حالا بیماری مادرزادی یا اتفاقات غیر طبیعی. خب بعد روی الکتروکاردیوم ما اونقدر تاثیر خاصی نداره. اصلا مسئله اصلی اینه که تو اون شرایط که ما از مریض الکتروکاردیوم نمیگیریم که باید بریم سریعتر دنبال رفع مشکلش باشیم. ولی مثلا میتونه تاثیر بذاره روی الکتروکاردیوم، چون که خون رسانی توی میوکاردیوم قلب دچار اختلال میشه دیگه. خب این میتونه همه انقباضات رو مورد تحت تاثیر قرار بده، بعدا دچار مشکل بکنه. بعد ارزم به حضورتون اینم از این. من خیلی متوجه سوالت به صورت دقیق نشدم حقیقتا، ولی اگه حالا بیشتر بتونی دقیق تر بپرسی میتونم به جواب دقیق ترم بدم تا جایی که اعلام اجازه بود. خب اومده راجع به پخش اعصاب و اینکه چجوری ارزم به حضورتون این عضله قلبی ما توسط واگوس نرو و سیمپاتیک نرو کنترل میشن. این کنترل چجوریه؟ ببینید به صورت کلی قلب توسط فیبرهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک از اعصاب محیطی بدن ما تغذیه میشه. این که یه چیز مشخصی، چون که ما که کنترل روش نداریم، پس باید دستگاهی باشه که اتوماتیک این کار انجام. بخش پاراسمپاتیک ما ارزم به حضورتون یا همون کاردیاک پلوکسوز ما از اعصاب واگوس ما نشأت میگیرن. پس پاراسمپاتیک شد واگوس بچه. بخش سمپاتیک ما بعد شبکه قلبی از فیبرهای تنه سمپاتیک نشأت میگیرن که از قسمت‌های فوقانی نخاع سینه‌ای آغاز میشه، یعنی از بالای سینه ما میاد و به قلب ما میرسه که بافتهایی از ارزم به حضورتون تنه سمپاتیک بدن ما. 4 نوع تاثیر اعصاب واگ و سمپاتیک بر قلب رو اومده اینجا بررسی کرده. اولیشو گفته اینوتروپیک اینوتروپیک که تاثیر بر قدرت انقباضات قلبه، یعنی این انقباضات رو میاد قوی و ضعیف میکنه. کرونوتروپیک تاثیر بر نرخ ضربان قلبه، یعنی میاد تعدادش رو در واحد زمان بیشتر یا کمتر میکنه. بعدی بسموتروپیک که تاثیر بر تحریک پذیری عضله قلبه، یعنی میاد این تحریک پذیری رو بیشتر یا کمتر میکنه که گفتیم توی آریتمی اون زمانی که بود روی الکتروکاردیوگرام پوز ایجاد میکرد، بچه ها بالاتر داشتیم بررسی میکردیم، این برای موقعی بودش که ارزم به حضورتون میومد این تحریک پذیری قلب رو کنترل میکرد، بیشتر یا کمتر میکرد. و درموتروپیک رو داریم که میشه تاثیر بر هدایت ضربان در عضلات قلبی که میاد هدایت پذیری قلب رو بیشتر یا کمتر. خب بعد این از این. حالا تاثیراتی که ارزم به حضورتون عصب واگ میذاره بر یا واگوس میذاره بر روی قلب ما چجوریه؟ گفتیم واگوس پاراسمپاتیکه، پس در اثر کم کردن فعالیت دیگه. ببینید تاثیر مهاری عصب واگ رو داریم بر قلب که 1845 توسط برادران وبر کشف شد، نشون داده شد. تحریک عصب واگ میتونه باعث کاهش ضربان قلب بشه که گفتیم میشه کرونوتروپیک منفی، کاهش انقباضات قلب،
اینوتروپیک منفی، کاهش تحریک پذیری عضله قلب. باثموتروپیک منفی و کاهش هدایت ایمپالس ها یا درموتروپیک منفی. بعد حالا مکانیزمش چجوریه؟ ببینید تحریک که میشه این عصب واگ ما باعث آزاد شدن استیل کلین میشه. خب روی پایانه هایی که داره استیل کلین میچسبن به گیرنده های امکولینرژیک این عصب های واگوس ما، باعث چی میشن؟ باعث کاهش کلسیوم در سلول ها میشه. این فرایند باعث چی میشه؟ موجب کند شدن هدایت ضربان، افزایش پتانسیل غشایی که در نهایت باعث بر اثر کرونوتروپیک منفی میشه. کرونوتروپیک منفی چی بود بچه ها؟ نرخ ضربان قلب، تعداد ضربان قلب. تحریک شدید عصب واگ میتونه حتی باعث ایست قلبی در مرحله دیاستول بشه. اثرات عصب واگ کوتاه مدتن. چرا؟ چون استیل کلین میاد توسط یک آنزیم به اسم استیل کلین استراز ACHE به سرعت تجزیه میشه. خب اثرات منفی عصب واگ، اثرات منفی یعنی در واقع همون اثرات ارزم به حضورتون در جهت کاهش فعالیت، نه اینکه اثر بدی باشه، نگاتیوی که داریم. اثرات منفی عصب واگ را میتوان با استفاده از داروی آتروپین که یک مسدود کننده گیرنده های امکولونرژیک هست متوقف کرد. یعنی اگه این آنزیم استیل کلین استراز ما به اندازه کافی نباشه که بخواد بیاد بعد از تاثیرگذاری واگوس این ارزم به حضورتون تاثیرگذاری رو از بین ببره، یا از طرف دیگه ما توی کیس بیمار شاهد فعالیت زیاد عصب واگوس یا واگ ما باشیم، خب اتفاقی که میفته این که ما باید بیایم از یک داروی مشابه با آتروپین استفاده کنیم. آتروپین میاد چیکار میکنه؟ میاد این گیرنده های امکولونرژیک رو روی عصب واگوس چیز میکنه، بلاک میکنه و باعث میشه که فعالیت اون کمتر بشه. خب این از حالا اومدیم سراغ ارزم به حضورتون اعصاب سمپاتیک که حالا این یه مقدار بحثش چیزتر، یک کوچولو شاید پیچیده تر باشه از اون عصبه. خب سوالی هست در مورد این اعصاب پاراسمپاتیک ما؟ اگه سوالی هست بپرسید. پاراسمپاتیک برای کنترل قلب منظورم، نه که کل اعصاب پاراسمپاتیک سوالی هست بپرسید. اگه سوالی نیست بریم سراغ مبحث بعدی. خب ببینید حالا اومده مجددا گفته که اینم اومده بررسی شده که آقا حالا سمپاتیک چه نقشی داره روی ارزم به حضورتون این عملکرد قلبی ما، که الان ما با هم دیگه بررسیش میکنیم. یه ثانیه من گوشیم زنگ خورد، ببخشید اینو باید جواب بدم. یه ثانیه. خب و اما تاثیر سمپاتیک بر ارزم به حضورتون عملکرد قلب. خب ببینید در کل سمپاتیک میاد فعالیت رو بیشتر میکنه دیگه، مخصوصا توی همین قلبی که ما داریم بررسی میکنیم. بنابراین مثلا در شرایط استرس یا حالت احساسی یا موقعی که ما نیاز داریم باید قلب فعالتر بشه. دقیقا برعکس پاراسمپاتیک که میومد ضربان رو کم میکرد، انقباض رو کم میکرد.
حجم رو کم میکرد، همه اینا. این دقیقا برعکس میاد عمل میکنه. افزایش ضربان قلب کرونوتروپیک، افزایش قدرت انقباض رو داریم که اثر مثبت اینوتروپیک میشه، افزایش سرعت انتقال پیام‌های الکتریکی رو داریم، اثر مثبت درموتروپیک میشه و باعث افزایش تحریک پذیری سلولای قلبی میشه که اثر مثبت بالموتروپیک باتموتروپیک. خب این از این. حالا مکانیسم این اتفاقات چجوریه؟ ببینید، تحریک اعصاب سمپاتیک باعث آزاد شدن نورپینفرین میشه. خب پس نوروترانسمیتر ما اینجا نورپینفرین. نورپینفرین با گیرنده های بتا آدرنرژیک، بچه این اسما همه حفظی هنا، یعنی همه رو باید حفظ کنین این مراحل رو. منطقش که یکیه، یا ما داریم از شبکه استیل کلین وارد میشیم که برای پاراسمپاتیکه، یا داریم از ارزم به حضورتون این قسمت آدرنرژیک وارد میشیم که مربوط به سمپاتیکه. منتها اسما رو باید حفظ کنیم. نورپینفرین با گیرنده های بتا آدرنرژیک روی سلول های گیره سینوسی تعامل میکنه. خب این تعامل باعث افزایش نفوذپذیری غشا برای یون های سدیم و کلسیم میشه. دقیقا برعکس پاراسمپاتیک که میاد نفوذپذیری نسبت به کلسیم کاهش میده. نتیجه این افزایش نفوذپذیری چیه؟ کاهش پتانسیل غشا یا ممبرین پتانسیال و تسریع دپولارزیسیون دیاستولی. خب یعنی میاد اون استراحت ما رو کم میکنه، مدت زمانش رو، استراحت قلب رو کم میکنه. تنظیم اثرات سمپاتیک حالا چجوری اتفاق میفته؟ یعنی ما اگه یه موقع این اثرات سمپاتیک ما توسط خود بدن تنظیم نشدن، ما خواستیم با عوامل بیرونی تنظیمشون کنیم، چجوری؟ ما باید بیایم از داروهای بتا بلاکر استفاده کنیم، مثل پروپرانول که همتون میشناسین، اصلا احتمالاً همتون حداقل یک بار یا خودتون تجربه داشتین یا کسی اطرافتون که دچار تپش قلب یا استرس شدید شده و از پروپرانول استفاده کرده. این میاد چیکار میکنه؟ میاد این تاثیرات مثبتی که شبکه سمپاتیکی ما داره رو یا کاهش میده یا عملا حذفشون میکنه. فعالیت بیش از حد شبکه سمپاتیکی ما میتونه باعث ارزم به حضورتون تحریکات نابجا بشه و اون اکسترا سیستول هایی که در ابتدا راجبشون صحبت کردیم رو ایجاد بکنه. خب بنابراین خیلی مهمه. چرا میاد ضربان، میاد انقباض های خارج از برنامه توی قلب ما ایجاد میگه که نقش پپتیدها توی تنظیم فعالیت عصبی قلب چجوریه. ببینید، هنگام تحریک اعصاب قلب علاوه بر نورپینفرین و استیل کلین، مواد بیولوژیکی فعال دیگری مثل پپتیدها آزاد میشه که تأثیرات تعدیلی دارن، یعنی میان تنظیم میکنن. خب پپتیدهای اوپیویدی مانند آنکفالین ها و آندروفین ها اثرات عصب واگ را مهار میکنن. خب یعنی برخلاف واگوس عمل میکنن. پپتیدهای خواب دلتا اثر برادیکاردی دارن، یعنی میان اثرات واگ رو تقویت میکنن. و این شد کل تاثیراتی که شبکه اتونوم ما به روی ارزم به حضورتون قلب ما داره. خب ببینیم اینجا چی میگه. خب دوستان، اگه سوالی دارید من در خدمتم. اگه ندارید ما جلسه امروز رو تموم میکنیم. جلسه بعدی که برای قلب میذاریم میشه احتمال خیلی زیاد آخرین جلسه قلب، که دیگه باز ارزم به حضورتون ادامه دار نشه، بتونیم سراغ بحث های دیگه هم بریم. به شدت فصل پر از دیتیلیه. من سعی میکنم همه اطلاعات رو به شما به صورت فارسی انگلیسی بدم و اینکه یه مقدارم اگه طول میکشه به خاطر این حجم اطلاعات زیادیه که داره. این جلسه تا اینجا تمومه. ما رسیدیم به جایی که آقا افرنت چیه، پیام آور و پیامبر، آوران و باوران توی قلب چیه، و بعدش هم میریم سراغ این که چه هورمون‌هایی تاثیر دارن و مابقی این فصل. جلسه بعدی پس احتمال 99%، اگه باز
آرومتر از اون چیزی که تو ذهنم پیش نره میشه آخرین جلسه ای که مربوط به قلب بچه ها. اگه سوالی چیزی دارید بپرسید، اگه ندارید هم که این جلسه رو به پایان برسونیم. خسته نباشید همگی، امیدوارم که استفاده کرده باشید. تایم جلسه بعدی رو هم توی گروه میذارم باهاتون هماهنگ میکنم. خدا نگهدار.